شب 31 دکبر پیغمبر شما تولد شده بود که خواب نرفته این شب اول تا ساعت 12 شده. محمد ابن عبدالله تولد شده بود. یکم که شما سالی تولد پیغمبرتان نمیدانه، اما سالی تولد عیسی را از اروپاییان زاهد شما تشکیل ایستاده. شرمنده های بی‌ناموس به غیرت. شما مسیحی ها، شما اروپایی ها، یهودی ها پیغمبر شما رو جشن بگیرن سال تولد شد. شما باشه خانه به خانه خدا به در خانه یاوکه کرده باشه، زناتان طلاق شدگن از سر نام کلمه عرض کرده مسلمان شده، ملا بیاره نگاه کنه و الا باز بگیم زندگی دار حرام است. که همه فتوها دهن من تشبه بقوم فهو اما هر فرد مسلمان در خانهش یالکه میکند، یالکه رو با چراغک‌های سالینوی زینت می‌دهد. آیا درست است یا نه؟ از نظر اسلام این حرام است، درست نیست. این ملت فروشی است، این دین فروشی است، این قبول کردنی آیین یک دین دیگر است. این مغلوب شدن در پیش مدنیت مسیحیان. بنابراین کسانی که در خانه هاشان یالکه میکنند اگر نادانسته کرده باشند گفت در پیشگاه خدا شاید یک عذر داشته باشند. البته که نادانی در اسلام عذر نیست، لیکن بعد از شنیدن با یالکه کنند، اگر هوای حلال دانند، اگر از همون یالکه تبرک جویند از دین خارج میشوند. قومای عزیز این کار میکنه. شما را خدا مسلمان آفریده است. او یالکه اگر عمر دراز میکرد، او یالکه اگر حیات سبز و خرم میکرد، مسیحی ها رو میکرد تا چی در باطلاقی بد اخلاقی موجود را اختصار کرد. بنابراین این کار نکنید، این حرام است. من خوف آن دارم که کننده این کار از ایمان خارج میشود. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند من تشبه بقوم فهو منهم، کسی خوش به یک قوم مانند میگذارد و هم از همون طایفه حساب میشود. برای چی قومای عزیز مسیحی ها یا یهودی ها عید رمضان و قربان شما رو پیشواز نمیگیرند؟ برای چی اونها موسم حج شما رو پیشواز نمیگیرند؟ اما ما مسلمان ها باشیم همه عیدای مسیحی ها رو پیشواز میگیریم. از سال نو سرگرده و هشتم مرد سرگرده و یکمی مای سرگرده همه پیشواز میگیریم. این نشانی مخصوص شدن ما در نزد اونها. حضرت علامه اقبال میگوید که پشت بازم تحقیق کاموز را ترگیل از دست مده ناموز را. حالا که باید به ما این چیه ندادیم، هر چیزه که داشتیم اونها گرفتن. اما این رو بخواهند دین ما نمگیرند. عادتهای مرف و عادتهای شکر بادای ما دبار خریستادیم بزرگ. حضرت علامه میگوید که برای خاطر دین و ایمان و پادشاهی هم که به شما دیگر دشمنای خدا قبول نکنه، پشت پازنه، اما ایمان را از دست نکنه. بنابراین پدرای عزیز نگذاره دختران یا بچه ها در خانه کار کنند. از دست او یالکه والله هیچی نمیبیاد. این مصیبت ایستد ما در او یالکه تا ساعت 12 میشینند، با پیشوند شمخان و قومستان و پورستان میمونند. برای نماز گفتن تا ساعت 8 متفیدای ما تاسکر میشن اذان بود، بعدش هم این شام خان چهار کل رفت ناگذاشته تکبیر گفتن خانه. اما تا ساعت 12 زنگی مسکا برآمده نه میشینند در گرد یالکه. گویا که عیسی آمد و به همش دراز سرش دست ماروی. بنابراین این کارا نکنید تا حرام است. این ملت فروشی است، این دین فروشی است، این دور شدن از اسلام است. نکنید تا پدرای عزیز پیشو که از این میبراید کتاب نفهمیدیم ممید پسان پر پیش
خدا ملکی خاطر جنتی نسیم ایمان و احوالتان